فکر کنم با پول یه دونه پیتزا رفتم یه جای پر از چیزای گوگلی دخترونه پینترستی خوشگل پیدا کردم خریدم و اصلا فکرشو نمی‌کردم با همچین قیمتی بتونم انقدر چیزای گوگلی خوشگل بگیرم. اینقدر ذوق دارم بهتون نشون بدم. بریم ببینیم. خب اول از همه اینو باز کنم. خب شمع LED بسته دوتایش ببینید. گوگلی بذار آهان وای بذار یه لحظه برقو خاموش کنم. یه لحظه وایسیم. میبینید چه گوگلیه؟ خیلی خوبه. آره چقدر برای دکور و اینا خوشگل میشه. بعد برام بنویسین شما چند سالتونه. من 29 سالم و از دیدن اینا خوشحال میشم. کودک درونم ذوق میکنه. شما برام بنویسید چند سالتونه و مثل من هستین یا نه. راستشو بگین، مسخرم نکنین. جامدنی مدل پلیسی ببینید چطوریه. گوگلی نرمه با این رنگ خوشگلش. الهی ببینم زیبش چطوریه. زیبش ببینم با کیفیت هست یا نه. بله ببین از صداش مشخصه زیب محکمیه. خب بازش کنم. داخلش اینطوریه. اینجاش هم میتونم یه چیز گوگلی آویزون کنم. خب من به این احتیاج داشتم و بعد یادداشت بکنم. همیشه میدیدم که خیلی برنامه ریزی میکنن. دفتر برنامه ریزی دارم. میگفتم که من چرا ندارم، چرا برنامه ریزی نمی کنم و اینا. یه تایمی تو نوت گوشیم می نوشتم ولی انگار که وقتی که این کار رو انجام میدی بیشتر انجامش میدی. بیشتر وقتی این کار رو انجام میدی بیشتر انجامش میدی. چی میگی؟ یعنی بیشتر رقابت میکنی. انگار بیشتر مجبوری که انجامش بدی. دفترچه یادداشت مدل تودو لیست و طرح فانتزی یونیکورن که البته یونیکورن آره دیگه. ببینید خوشگله. و صفحه هاشم بهتون نشون بدم چطوریه. صفحه هاش اینطوری داره که شما کارهایی که بعد در طول روز انجام بدید می نویسید، بعدم تیک میزنید مربع هاشو. گوگلی چه نازه. چشم‌بند مدل خرگوش. شما شب با چشمم میخوابین. من از اون دستم که اصلا نور باشه نمیتونم بخوام. یه باید پتو بندازم روی دستم و اینجوری نگه دارم. ببینید چه خوبه. ببین کشش محکمه. خودش هم که خیلی گوگلیه. اینطوری فکر کنید اینطوری. خب این چیه؟ خب آها چه جالب. گیره مو مدل پاپیون گرفتم. این رنگش هم گرفتم. یه سری برام فروشنده کچای این چلگیسیان برای من گذاشته. دستش درد نکنه. من این سفارش دادم ولی برای من گذاشته بوده. مدل پاپیون. من نگاه کردم خب چند مدل بود. بعد مثلا ایناش مثلا یه سری کوتاه‌تر بود، یه سری بلندتر بود. کامنت که خوندم میگفتن این بهترین مدلشه. اینا مثلا نزدیک نشونتون بدم. خوشگله. برای پشت موهام. ببینید چقدر ذوق میکنم. انگار مثلا 7 سالمه، انگار مثلا 8 سالمه. دوستشون دارم. خب این هم بهتون بدم. کش موی زنانه مدل اسکرانچی. بچه ها کشای اینطوری رو بهشون میگن اسکرانچی. جنسش هم ساتنه. کشش هم خوبه. رنگش هم که خودم اینطوری آبی آسمونی انتخاب کردم. کلا جنس ساتن سعی کنید اگر که کش استفاده میکنید، کلیپس استفاده نمیکنید، جنس ساتن بگیرید که موهاتون رو با کمترین آسیب داشته باشه، نگه داشته باشه. خب یه چند تا مدادم گرفتم چون من واقعا از اون تایمی که دانشگاهم تموم شد فکر می‌کنم اصلا نه دفتری برای خودم گرفتم، نه خودکاری، نه مدادی چیزی. الان که دفتر یادداشت تو لیست برای خودم گرفتم ای بود. خب
مدادم گرفتم و تازه مدادام هم همشون اینطوری گوگولی موگولی هن، طرای گوگولی دارن، رنگای گوگولی پاستیلی خوشگل دارن. بچه ها ببینین طوری. یه دونه پاکن کوچولوه، ببینیم بچه چه کوچولو موچولوه. اینم ولی ازش استفاده نمیکنم، میخوام همینجوری باشه. خب یه دونه از این کلیپس ها سفارش دادم، اینا خیلی خوشگل و نازه. حالا از این کلیپس ها علاوه بر اینکه حالا برای مو استفاده میکنن، اینقدر ناز و قشنگه وقتی استایل ساحلی میزنه یا پیراهن بلند یا استایلی که چیزای حصیری مثلا توش داره و اینا، اینو مثلا میتونی مثلا یه کیف حصیری میتونی اینجوری بگیری بزنی به بندش و خیلی خوشگله، نازه کوکولیه. الهی سلام علیکم. خب اینو باید اینوری بهتون نشون بدم. مگنت یخچال. خب بعد اینطوری بچه ها ببینید چقدر گوگولی هن. خیلی نازن. لوپاشو پاتریکو نگاه کنید چقدر خنگه. عزیزم فوش 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 چقدر خوبه. یه آیتم دیگه هم هست، اینم بازش کنم. اینم یه دونه پاکن گوگولیه که داره، اینو اینطوریه و اینو گرفتم که از اون دختره استفاده نکنم. دفترچه هم تو جا میشه، اینقدر که بزرگه. خب بچه ها اینم از این آنباکس. من که خیلی حال کردم، اصلا کودک درونم زنده شد. اگر که شما خوشتون اومد برام بنویسید و بگید دوست دارید که چی بخرم و منم بخرم و آنباکسش کنم. دوستتون دارم. لایک و کامنت و حمایتیاتون نره. بای بای.